علیداد بهزادی شخراوات هستم. فرزند محمد کاظم. اصل و نسب من به طایفه منجزی تیره بوالحسنی میرسد. حالا اول اصل نسب خودم چند ابیات خودم جور کردم میخوانم. ز محمد و سیدی دارم نژاد، فرامد بهزاد گل پاکزاد. که بهزاد با اون رگ رشتنی بود از طایفه منجزی بلسنی. حالا از اقتدار قدرت خدا میخوانم 4 بیت با اشعار شاهنامه. ستایش کنم ایزد پاک را که گویا به بینا کند خاک را. بمورید حدمالش نرشید کند پنش بر فیل جنگی به دلیل. خدایی که قدرت به مورده که شیر از بیشی بیرون می کند و خدایی که قدرت به پخشی می دهد که فیلی از بیشی بیرون می کند، خدا یکتا. به 30 ساله اندر سرای سپنج چنین رنج بردم به امید گنج. ز ابیات قرار 280,000 مرون جمله در شیوه کار زاره. شاهنامه فردوسی 60,000 بیت. 35 سال حکیم ابوالقاسم فردوسی اون را چاپ کرد، نوشت. ز شمشیر و تیر و کمان و کمند، ز گوپال و از تیغه های بلند ز برگستوان و ز خفتان خود، ز صحرا و دریا و از خوش روده. ز گرگ و ز شیر و ز پیل و پلنگ و ز عفریت و از اژدهای ننگ، ز نیرنگ قولو و ز جادوی که از ایشان به گردون رسیده است خوی. مردان نامی بروز مصاف، ز گردان جنگی گرد از لاف. همون نامه داران با جا آب و چه تور و چه سلم و چه افراسیابه. Yeah.
ششا آفریدونی چون که قبال تو چه ضحاکی بدکیش و بیدیر و داده وای جگر شاسه بستان نریمان کرد جان پهلوانان با دست برده